به نام خدا سلام عرض می کنم به شما عزیزان و همراهان گرامی که لطف می کنید و به فایل های تحلیلی رو که ارسال می کنم توجه نموده و گوش می سپارید. در این مجموعه با موضوع یادگیری در عصر آینده در خدمت شما بودم که البته از نگاهی خاص و محدود برخی مباحث و موضوعات رو مورد توجه قرار دادم. امیدوارم که مباحث تا به اینجا مفید و مورد نظر شما قرار گرفته باشه. در فایل ابتدایی مقدمه‌ای درباره تحول یادگیری در مدرسه آینده و چالش‌های جدی که بشر با اونها مواجه خواهد شد توضیحاتی ارائه شد. و اما در 4 فایل آموزشی بعدی تحول نظام آموزشی بر پایه اندیشه انتقادی به نحوی مختصر مورد بررسی قرار گرفت. در این حوزه به طور خاص آرا و نظرات پائولو فریره با توصیف و مقایسه دو نظام آموزشی سلطه‌گر یا استعماری و نظام آموزشی انتقادی یا انقلابی مورد توجه قرار گرفت. اما نکته مهم در این خصوص این هستش که حرکت سازنده در مسیر تحول نظام آموزشی در مواجهه با شرایط و چالش‌های آینده مستلزم واقعیتی هستش تحت عنوان مقاومت که سعی دارم در این فایل پایانی به نحوی مختصر درباره اون توضیح بدم. اگر بخوایم نگاهی به ریشه تاریخی مقاومت در جامعه ایرانی داشته باشیم میتونیم به گروه‌ها، جریانات و اندیشه‌های مختلفی اشاره بکنیم که همه اونها در دو زمینه با یکدیگر اشتراک و هماهنگی دارند. اول مقاومت در برابر استبداد داخلی و دوم در مقابل سلطه جهانی. گفتمان مقاومت چه در سطح ملی و چه در ادبیات بین المللی جایگاه و توجه خاصی رو داره. هنگامی که به ریشه های تاریخی این گفتمان در جامعه ایرانی نظر میکنیم اتفاق نظری رو در رویکرد و نحوه اقدام یا عمل مشاهده و استنباط میکنیم که در بیان روشنفکران غیر مذهبی با عنوان ملیگرایی و در بیان روشنفکران مذهبی با عنوان بومیگرایی شناخته میشه. علیرغم نظرات و آرای گوناگونی که وجود داره، اگر بخوایم یک تعریف واحد و مشترک برای گفتمان مقاومت ارائه بکنیم میتونیم به وابستگی و قوام یا انسجام جامعه در برابر استبداد داخلی و سلطه جهانی و همچنین در مواجهه با بحرانها و تحولات اجتماعی سیاسی اشاره بکنیم. به بیانی ساده اینکه جامعه بتونه حرکت و فعالیت سازنده خودش رو علیرغم فشارها و موانع استبداد داخلی و همچنین سلطه جهانی در مواجهه با چالش‌ها و شرایط آینده نظیر تحولاتی مثل هوش مصنوعی داشته باشه و پی بگیره. بسیار خوب، مفهوم مقاومت از سوی متوجه ایستادگی، قیام و مبارزه علیه خودکامگی به منظور رهایی از ساختار و چارچوب‌های تحمیلی نظام سلطه در مسیر حق و حقیقت هستش. مقاومت در این مفهوم شاید تنها محدود به برداشتن موانع و عوامل بازدارنده
در مسیر یک حرکت صحیح و سازنده هستش. اما در مفهومی متفاوت مقاومت فراتر از برداشتن موانع به عنوان یک نظریه و راهبرد فعال در مسیر ساختن و تحقق آینده مورد انتظار شناخته میشه. از این رو گفتمان مقاومت به واسطه گسترش و تقویت عزم و استقامت ملی در حوزه‌های مختلف متوجه بازتولید یک نظام معنایی و به همین ترتیب توسعه نظام و شبکه جدید و منحصر به فرد از قدرت هستش. به بیان دیگه این مفهوم از مقاومت فراتر از مبارزه با اندیشه و عمل سلطه‌گر متوجه طراحی و تولید الگویی جدید و منحصر به فرد از اندیشه و عمل بومی هستش که بتونه جامعه رو در مسیر آینده به درستی سازماندهی و هدایت بکنه. همچنین علاوه بر بازتولید نظام معنایی به دنبال بازتولید یک نظام اجتماعی و گسترش شبکه‌ای از قدرت در راستای پشتیبانی و حمایت از اندیشه و عمل طراحی شده هستش. شهید صدر در توصیف مفهوم مقاومت به راهبرد گذر از وضع موجود به مطلوب اشاره میکنه که هم متوجه خودسازی و توسعه توانایی‌های فردی هستش و هم نظامسازی اجتماعی. یا به بیان دیگه این که در گذر از وضع موجود به وضع مطلوب و مورد انتظار بایستی هم به توسعه فردی پرداخت و هم به توسعه اجتماعی و سازمانی جامعه. امام خمینی رحمت الله در توصیف مفهوم مقاومت اون رو در مقابل نوعی خودباختگی نسبت به پیشرفت علمی و صنعتی استعمارگران قرار میده. بدین معنا گفتمان مقاومت به دنبال تشکیل حکومتی اسلامی هستش که بتونه قدرت و توان حرکت سازنده و منطقی رو در مسیر پیشرفت حقیقی رقم بزنه، به جای اینکه صرفاً دنبال رو و تقلید کننده حرکت جهانی باشه. نکته مهمی رو که امام خمینی مورد تأکید قرار میدن این هستش که اندیشه و احکام اسلامی دارای ظرفیت و توان ویژه‌ای در شکلگیری و ظهور نظام اجتماعی هستش که میتونه جامعه رو در مسیر تشکیل و توسعه یک نظام حکومتی منحصر به فرد پشتیبانی بکنه. متاسفانه نکته خاص رو بایستی مورد توجه قرار بدیم، مبنی بر این که استبدادی داخلی در برخی از جوامع اسلامی و جوامع در حال توسعه جریان داره که قدرت و توان معناداری برای عزم عمومی و اجتماعی مردم نسبت به حرکت سازنده در مسیر پیشرفت قائل نیست. این استبداد درونی اندیشه اسلامی رو امری مرده و تباه مینگره که فاقد پویایی و ظرفیت لازم جهت مقابله با چالش‌ها و شرایط امروز و آینده هستش. لذا تمام توان و تلاش خودش رو صرف مقابله با اندیشه و احکام اسلامی میکنه و از سویی به شدت دلباخته قدرت جهانی استعمارگران هستش. اما امام خمینی به این حقیقت باور راسخ و عمیق داره که میتوان از دل اندیشه و احکام اسلامی به طراحی و توسعه
یک نظام اجتماعی اثربخش و کارآمد به منظور مقابله با شرایط و چالش‌های آینده پرداخت. پس به واسطه ظهور نظام اجتماعی از دل اندیشه و احکام اسلام، ظرفیت و بستر مناسبی نیز جهت اجرا و پیاده سازی اندیشه و قانون اسلام فراهم میشه. یا به بیان دیگه، عمل به قانون اسلام مستلزم شرایط و بستر مساعدی هست که به واسطه نظام اجتماعی تحت حکومت اسلامی تسهیل شده و بهبود میگرده. از سوی دیگه حکومت اسلامی میتونه زمینه انسجام و وحدت تمامی امت اسلام رو در مقابل استعمارگران فراهم بکنه. یکی از خلأهای جدی امت اسلام در مواجهه با چالش‌های نظیر مسئله صهیونیسم نبود انسجام و اتحاد کشورهای مختلف در مواجهه با دشمن استعمارگر واحد هستش. از دیگر دلایل و ضرورت‌هایی که امام خمینی برای تشکیل حکومت اسلامی ذکر میکنه، تحقق نظم، قانون و عدالت مبتنی بر احکام و بر پایه حکمت الهی هستش. هرچند که ممکنه برخی در این واقعیت تردید نموده و نظرات و آرای متفاوتی رو داشته باشن، اما امام ظرفیت منحصر به فرد حکمت الهی در پیاده سازی و تحقق نظم و عدالت رو در جامعه اسلامی به شدت مورد تأیید و تأکید قرار میده. و اما ضرورت دیگه‌ای که امام برای تشکیل نظام اجتماعی و حکومت اسلامی عنوان میکنه این هستش که در پرتو این امر شرایط و بستر مساعدی جهت تعلیم اندیشه اسلام فراهم میشه. امام فرایند تحقق اندیشه اسلام در جامعه بشری رو به شدت وابسته به امر سیاسی تشکیل حکومت اسلامی میدونه، چرا که به واسطه اون فرایند آموزش، سازماندهی و هدایت جامعه بشری به سوی حقیقت اسلام و همچنین پیاده سازی اون در نظام اجتماعی تسهیل و توسعه پیدا میکنه. بنابراین ضرورت طراحی و توسعه نظام آموزشی اثربخش در مسیر حرکت جامعه ایرانی به سوی آینده بر هیچ فردی پوشیده و پنهان نیست. اما این فرایند مستلزم مقاومتی هوشمندانه و خستگی ناپذیر در 3 گام کلیدی هستش. یعنی یادگیری مستمر، اندیشه انتقادی و همچنین فعالیت سازنده. خود این فرایند نیازمند توصیف و بحث مفصلی هستش که در جای دیگه بایستی به اون بپردازیم. امیدوارم که بحث ارائه شده مفید و مورد قبول شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.